میدونستید بدن ما از میدانهای الکتریکی و اون پالس های الکتریسیتی که در بدن انتقال دهنده اطلاعات هستند شکل میگیره و مغز شما با میدانهای الکتریکی کار میکنه. حالا میخوام به شما یاد بدم گاهی اوقات نیازه ما نیمکره چپ و نیمکره راستمون رو تقویت کنیم و برای اینکه میدانهای الکتریکی نیمکره راست رو تقویت کنی و یا نیمکره چپ رو تقویت کنی، این تکنیکی که بهت میگم برای تقویت اون دو نیمکره است. اگر متوجه باشید به موضوع، اینه که نیمکره چپ و راست عکس بدن رو کنترل میکنن و نیمکره راست نیمتنه چپ بدن رو و نیمکره چپ نیمتنه راست بدن رو کنترل کنه. برای تقویت نیمکره چپ مغزتون کافیه با دست چپ لاله گوش سمت راستتون رو ماساژ بدید و این حالت، یعنی شست روی لاله و انگشت سبابه پشت لاله باشه. به این صورت میتونید گوشتون رو آروم ماساژ بدید. میدانهای الکتریکی مغزتون در نیمکره چپ شروع میکنه به فعال شدن. میتونید آروم با ماساژ دادن، حتی آروم فشار دادن، این فعالیت رو برای نیمکره چپ مغزتون داشته باشید. حالا عکسش با دست راست وقتی گوش سمت چپ رو شما ماساژ میدید، نیمکره سمت راستتون رو شروع میکنید میدانهای الکتریکیش رو تقویت کردن. هم حاله هم سیستم انرژی این نیمکره شروع میکنه به قوی شدن. اگر شما افرادی کنارتون باشن که حاله بین باشن، وقتی این کار رو انجام میدید حاله نیمکره راستتون یا نیمکره چپتون تقویت میشه. پس حتما در مواقعی که میخواید نیمکره چپ یا راستتون رو به دلایلی فعال کنید، مثلا در یک موقعیت احساسی هستید میخواید نیمکره چپتون رو کمی فعال کنید که احساستون با منطقتون برابری داشته باشه، یا در یک موقعیت منطقی هستید و میخواید یک مقدار احساستون رو تقویت کنید، حتما از این تکنیک برای فعال کردن نیمکره چپ و راستتون استفاده کنید. مدت زمان هم خب میتونید یه چند دقیقه این کار رو انجام بدید. بعضی باز میگن چند دقیقه، این بسته به حس شماست. چشتون رو ببندید، آروم این سمت، آروم یه چند دقیقه ماساژ بدید، اون حالت فعال شدن میدانهای الکتریکی مغزتون شروع میکنه به فعال شدن. میدونستید بدن ما از میدانهای الکتریکی و اون پالس های الکتریسیتی که در بدن انتقال دهنده اطلاعات هستند شکل میگیره و مغز شما با میدانهای الکتریکی کار میکنه. حالا میخوام به شما یاد بدم گاهی اوقات نیازه ما نیمکره چپ و نیمکره راستمون رو تقویت کنیم و برای اینکه میدانهای الکتریکی نیمکره راست رو تقویت کنی و یا نیمکره چپ رو تقویت کنی، این تکنیکی که بهت میگم برای تقویت اون دو نیمکره است. اگر متوجه باشید به موضوع، اینه که نیمکره چپ و راست عکس بدن رو کنترل میکنن و نیمکره راست نیمتنه چپ بدن رو و نیمکره چپ نیمتنه راست بدن رو کنترل کنه. برای تقویت نیمکره چپ مغزتون کافیه با دست چپ لاله گوش سمت راستتون رو ماساژ بدید و این حالت، یعنی شست روی لاله و انگشت سبابه پشت لاله باشه. به این صورت میتونید گوشتون رو آروم ماساژ بدید. میدانهای الکتریکی مغزتون در نیمکره چپ شروع میکنه به فعال شدن. میتونید آروم با ماساژ دادن، حتی آروم فشار دادن، این فعالیت رو برای نیمکره چپ مغزتون داشته باشید. حالا عکسش با دست راست وقتی گوش سمت چپ رو شما ماساژ میدید، نیمکره سمت راستتون رو شروع میکنید میدانهای الکتریکیش رو تقویت کردن. هم حاله
هم سیستم انرژی این نیمکره شروع میکنه به قوی شدن. اگر شما افرادی کنارتون باشن که حاله بین باشن، وقتی این کار رو انجام میدید حاله نیمکره راستتون یا نیمکره چپتون تقویت میشه. پس حتما در مواقعی که میخواید نیمکره چپ یا راستتون رو به دلایلی فعال کنید، مثلا در یک موقعیت احساسی هستید میخواید نیمکره چپتون رو کمی فعال کنید که احساستون با منطقتون برابری داشته باشه، یا در یک موقعیت منطقی هستید و میخواید یک مقدار احساستون رو تقویت کنید، حتما از این تکنیک برای فعال کردن نیمکره چپ و راستتون استفاده کنید. مدت زمانم خب میتونید یه چند دقیقه این کار رو انجام بدید. بعضی باز میگن چند دقیقه، این بسته به حس شماست. چشتون رو ببندید، آروم این سمت، آروم یه چند دقیقه ماساژ بدید، اون حالت فعال شدن میدانهای الکتریکی مغزتون شروع کنه به فعال شدن.